تو برنامه همراه من همراه اول بخش خرید بسته اگه برید تو قسمت ماهانش یک بسته داره که نوشته نامحدود. منتها برای دانلود بیشتر از 100 گیگابایت سرعت شما محدود میشه. حالا من این بسته رو گرفتم و 100 گیگم رو تموم کردم. الان میرم برای دانلود تا ببینید سرعتش در چه حدیه. همونطور که میبینید سرعت ما کمتر از 1 مگابیت است. اینجا 2 تا فایل از 2 تا لینک مختلف رو من تو این قسمت برای تست گذاشتم و هم میبینید که هر 2 تا لینک سرعتشون کمتر از 1 مگابایت. حالا بریم ببینیم دقیقاً سرعتمون در چه حدیه. وارد برنامه اسپید تست میشیم و همونطور که میبینید چون ما اینترنت نداریم اینجا به رنگ قرمز برای ما نشون داده میشه. تست سرعت رو میگیریم. و میبینید که نهایت سرعتی که به ما میده 8 مگابیت بر ثانیه است. که این رو اگه تقسیم بر 8 کنید میشه همون 1 مگابایت. این از سرعت دانلود و آپلود. خب برای دور زدنش میریم سراغ روش اول. اگه یه پنل دارید وارد پنلتون بشید، یه کانفیگ بسازید. پروتکل بذارید روی ویلس یا ویمس. یه پورت هم براش بذارید، مثلا پورت 80. اینجا ترانسمیشن رو میذارید روی TCP در این مرحله. و تیک HTTP رو فعال میکنید. اینجا ریکوست هدر رو فعال کنید و این قسمت که نوشته هاست رو کاری نداریم و قسمت ولیو اینجا باید یک آدرس وارد کنیم. آدرسی که استفاده میکنیم مربوط به وبسایت روبیکا است. اونو از اینجا کپی میکنیم و تو این قسمت وارد میکنیم و بدون هیچ تغییر دیگه ای روی کریت میزنیم. کانفیگ رو کپی میکنیم و میریم داخل بیتوری. قبل تست حتما وارد کانفیگتون بشید و چک کنید که حتما هدری که برای این کانفیگ داخل پنلتون گذاشتید تو قسمت ریکوست هاستم اضافه شده باشه و اینکه سرورتون فیلتر نباشه. خب حالا میریم برای دانلود همون فایل ها. همونطور که میبینید الان دیگه سرعت ما محدود نیست و به این شکل تونستیم محدودیت این 100 گیگ رو دور بزنیم. خب حالا برمیگردیم داخل بیتوری، روی ادیت میزنیم. اینجا شما میتونید به جای وب یه ساب دامین دیگه ای وارد کنید. مثلا من اسم خودم رو وارد میکنم. اینجا شما میتونید هر چیز دیگه ای رو ثبت کنید. این از حالت اول این روش. میریم داخل پنل و کانفیگی که ساختیم رو حذف میکنیم. یه دونه کانفیگ دیگه میسازیم از نوع ویلس یا ویمز. پورت هم میذاریم 80. این بار ترانسمیشن رو میذاریم روی WS. ریکوست هدر رو میزنیم و تو این قسمت میایم ساب دامین دلخواه خودمون رو همراه با روبیکا اضافه میکنیم و روی کریت میزنیم. به این شکل هم شما میتونید کانفیگتون رو بسازید. تست میگیریم و بریم برای دانلود مجدد فایل ها. خب میبینید که با WS هم تونستیم این محدودیت رو دور بزنیم. اما این روششون از HTTPS استفاده نمی کنید احتمال داره که سرورتون بعد از استفاده زیاد فیلتر بشه. ترجیح من اینه که برید یه دونه سرور ایرانی بگیرید و این کانفیگ رو روی اون سرور نصب کنید و در نهایت اون رو تانل کنید روی سرور خارجتون. به این روش احتمال فیلترینگ هم کمتر میشه.
این قسمت رو گذاشتم برای کسایی که ویدیو رو تا آخر نگاه نمی‌کنن و همیشه عجله دارن. تا اینجای کار شما میتونید کارتون رو راه بندازید. اما در ادامه میریم برای روش دوم و نیم بها کردن و همچنین دور زدن محدودیت سرعت اینترنت همراه اول. خب برای این کار ما میریم از سایت آروان استفاده میکنیم. میریم تو قسمت کانتینر ابری. اینو من قبلا آموزش دادم تا یه جاییشو و فعلا مثل همون ویدیو پیش میریم. یه دونه کانتینر میسازیم. برای نام ایمیج از پنل صنایع ما استفاده میکنیم. این مقداری که براتون گذاشتم رو تو این قسمت وارد کنید. برای تک هم لیتست رو وارد کنید. میشه آخرین ورژن. توضیحات کامل رو توی اون ویدیو قبلی من گفتم. اینجا هم پروژه جدید، اگه نداشتید یه دونه پروژه جدید بسازید. و بیاید پایین‌تر تو قسمت نام اپلیکیشن هم یک اسم دلخواه انتخاب کنید. اسمش مهم نیست، هر چیزی میتونید انتخاب کنید. پورت کانتینر هم حتما بذارید روی 2053 که میشه پورت پنلتون. این موارد رو رد کنید. فعلا تو این قسمت زیر دامنه رایگان آروان رو انتخاب کنید و بزنید روی ادامه. این مرحله رو رد کنید. تو این قسمت شما باید مشخصات کانتینرتون رو وارد کنید. پردازنده رو نصف 2 میزنیم. مقدار کور رو میزنیم روی 2 دهم و حافظه موقت میاریم روی 4 دهم. این دیگه بستگی به خودتون داره که چه مقداری رو برای کانتینرتون استفاده میکنید. چیزی که من انتخاب کردم ماهانش میشه بودن 40 تومن. میزنم روی ساعتی و روی ایجاد میزنم. اینجا صبر کنید تا تیک فعال رو به شما نشون بده. حالا روی این اسمی که خودتون انتخاب کردید کلیک کنید. اینجا تو قسمت مشخصات میاید پایینتر و یک دامنی که خود آروم بهتون اختصاص داده رو روش کلیک کنید تا وارد پنلتون بشید. یوزرنیم و پسورد ادمین رو وارد کنید با حروف کوچیک. اولین کاری که من همیشه بعد نصب پنل انجام میدم اینه که بیام تو قسمت X-Ray Config و روی IPv4 Routing کلیک کنید و اینجا گزینه گوگل رو تیک بزنید. سیو کنید و ریستارت. خب حالا میریم برای ساخت کانفیگ. اینجا پورت رو میذاریم روی 80. پورت رو حتما باید روی 80 بذارید. VLS یا VMS رو انتخاب کنید. ترانسمیشن هم حتما بذارید روی WS. روی ریکوست هدر بزنید و اینجا تو قسمت ولیو باید آدرس اون دامنی که خود آرام بهتون داده رو وارد کنید. از همین بالا میتونید اون رو کپی کنید. هرچی بعد IR بود رو پاک کنید و HTTPS قبلش هم پاک کنید. مابقی رو کپی کنید. و اینجا تو قسمت هاست وارد کنید. کار دیگه لازم نیست انجام بدید و روی کریت بزنید. خب حالا کانفیگ رو کپی کنید و اون رو توی ویتوره اضافه کنید. الان این کانفیگ ما قاعدتا کار نمیکنه چون ما یه دونه پورت اضافه کردیم و اونم پورت 2053 بود که مربوط به خود پنله. برای تغییر این پورت میریم وارد بخش شبکه داخلی میشیم. میایم تو این قسمت به سمت راست اسکرول میکنیم و روی این علامت ادیت میزنیم. میریم پایینتر و تو قسمت پورت هدف پورت 80 رو وارد میکنیم. پیش فرض ما خودمون 2053 رو انتخاب کردیم. با این کار خود پنل رو از کار میندازیم و به جاش از کانفیگی که ساختیم استفاده میکنیم. الان دیگه کانفیگ رو میتونیم تست کنیم و ببینید که کار میکنه. در ازاش خود پنل دیگه از کار افتاد چون ما پورت 2053 رو تغییر دادیم به پورت 80. خب حالا باید این کانفیگ رو نیم بهاش کنیم. برای نیم بها کردن باید آدرس رو تغییر بدیم. اینجا ما از سایت لنگایار استفاده میکنیم و پورت رو هم باید به پورت HTTPS تغییر بدیم، یعنی پورت 443.
میایم پایینتر تیک TLS رو فعال میکنیم و اینجا تو قسمت استنای هم مجدد همون آدرس رو وارد میکنیم. اینجا هم فینگرپرینت و LPN رو هم میتونید انتخاب کنید. در نهایت کانفیگ رو سیو کنید و تست بگیرید. نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که باید وارد تنظیمات بشید و اگه این دو تا تیک رو فعال کردید حتما اون رو غیر فعال کنید. یعنی ماکس و فرگمنت. به این شکل هر دو تا رو باید دیزیبلش کنید. خب بهش کانکت میشیم و بدون مشکل داره جواب میده. خب حالا وارد دانلود منیجر میشیم و مجدد چک میکنیم تا ببینیم محدودیت سرعت رو دور میزنه یا نه. مجدد از اول فایل رو دانلود میکنیم. خب همونطور که میبینید با سرعت بهتری هم داره فایل رو دانلود میکنه، با اینکه ما اینترنتی نداریم و فقط داریم از محدودیت 100 گیگ استفاده میکنیم. این هم از فایل بالایی با همونطور که میبینید بدون مشکل داره دانلود میشه. و در نهایت هم بریم برای تست سرعت. این کانفیگ اگر روی ایرانسل هم تست کنید براتون نیمباها حساب میشه. و روی همراه اول اگه بسته داشتید نیمباها، اگر هم نداشتید از همین محدودیت شبانه میتونید استفاده کنید. خب تا اینجای کار مثل همون ویدیوی نیمباها بود. در ادامه میریم که از روش چین استفاده کنیم بدون نکوواکس. خب اینجا ما میریم داخل بخش شبکه داخلی و مجدد پورت رو تغییر میدیم به 2053. میخوایم کانفیگمون رو این بار غیر فعال کنیم و وارد پنل بشیم. الان کانفیگ ما از کار افتاد و به جاش پنل ما فعال شد. وارد پنل میشیم و میریم تو قسمت X-ray config. میرید تو بخش اوتباند و روی اد میزنید. حالا روی جیسون کلیک کنید. تو این قسمت شما باید کانفیگی که دارید رو اینجا اضافه کنید تا این دوتا با هم چین بشه. کانفیگی که من استفاده میکنم gRPC. شما هم اگه سرور دارید میتونید یه دونه کانفیگ gRPC بسازید یا WS یا هر چیزی که خودتون خواستید. اگر سرور هم نداشتید میتونید از این کانفیگ‌های ورکر استفاده کنید. اگه جواب نداد TLSش رو خاموش کنید. من اینجا از این gRPC استفاده میکنم. کانفیگ رو کپی میکنم و قبل استفاده تست کنید که کانفیگتون فیلتر نباشه. حالا ما باید این دو تا رو با هم چین کنیم و توی این بخش اون رو اضافه میکنیم. روی این علامت میزنیم و ما هم میایم پایینتر و روی گزینه اد کلیک میکنیم. اینجا شماره 4 میتونید کانفیگتون رو ببینید. در نهایت روی سیو بزنید و ریستارت. یه کار دیگه که باید انجام بدید اینه که میرید تو بخش راوتینگ، یه دونه رول جدید میزنید. میرید پایینتر، اینجا این باندتون رو انتخاب میکنید. یعنی کانفیگ سرور ایرانت، همونی که روی پورت 80 بود. تو بخش اوتباندم کانفیگی که روی سرور خارجتون هست رو اضافه میکنید. برای من همون gRPC بود، اونو میزنم. اگه ورکری چیزی داشتید اونو میتونید انتخاب کنید. در نهایت روی اد رول بزنید. بیاید بالاتر سیو کنید و یک بار دیگه رستارت. خب کار ما با پنل تموم شد. برمیگردیم داخل سایت آروان. اینجا ادیت رو میزنیم، مجدد پورت پنل رو تغییر میدیم و پورت کانفیگ رو بهش میدیم. الان دیگه پنل ما از کار افتاد و میریم برای تست خود کانفیگ. خب میبینید که داره کار میکنه و الان میریم برای تست آی پی. اگه آی پی سرور ایران رو بهتون برگردوند یعنی کارتون رو اشتباه انجام دادید. همونطور که میبینید اینجا آی پی سرور اسنر رو به ما نشون میده و یعنی ترکیب ما به درستی انجام شده و دیگه لازم نیست شما از نکوواکس استفاده کنید. و اینم از تست سرعت. خب اینم از بخش نیمباها کردن و دور زدن محدودیت همراه اول. خب در ادامه میریم برای گرفتن سرتیفیکیت برای پنل XUI روی کانتینر ابری. برای این کار شما لازمه که حتما IP اختصاصی گرفته باشید.
اینجا ما پورت پنل رو دوباره فعال میکنیم و میریم وارد بخش کنسول میشیم. تو این قسمت دستوراتمون رو باید وارد کنیم. خب حالا برای گرفتن دستورات ما از همین لینک گیتاب پروژه صنایع استفاده میکنیم. اینجا اگه بیاید پایینتر تو قسمت SSL Certificate یه سری دستورات گذاشته. اون رو کپی میکنیم و داخل یه دونه تکست ادیتور پیست میکنیم. یه سری تغییرات اینجا باید اعمال کنیم. دستور apt-get برای اوبونتو و دبیان استفاده میشه. اما ما از آلپاین استفاده میکنیم. برای همین باید اون رو تغییر بدیم به apk. حالا این داشبای آخرش هم پاک کنید و این بخش ثرد پارتی ریویو هم لازم نداریم. اون رو هم حذف میکنیم. قبلش هم یک بار باید آپدیت رو انجام بدیم. برای آپدیت هم شما باید دستور apk آپدیت رو وارد کنید. خب حالا برمیگردیم داخل سایت و یه دونه آی پی اختصاصی برای پنلمون میگیریم. روی آی پی جدید میزنیم و همین 253 رو انتخاب میکنیم و روی تایید میزنیم. تا اینجای کار ما یه دونه آی پی داریم با پورت پنل. پورت جدیدی باید اضافه کنید. روی افزودن پورت میزنید. اینجا پورت 80 رو باید اضافه کنید برای گرفتن سرتیفیکیت. توی هر سه تا بخش 80 رو وارد کنید. و روی تایید بزنید. خب الان پورت 80 هم اضافه کردیم. اگه کانفیگی ساختید روی پورت 80 باید اون رو غیر فعالش کنید. چون ما نیاز داریم که از این پورت استفاده کنیم. من کانفیگ قبلی که ساخته بودم رو غیر فعالش کردم. داخل کلودفلر هم یه دونه رکورد میسازیم. آی پی اختصاصی رو وارد میکنیم و در نهایت اون رو سیو میکنیم. حالا دستور آی پی کی آپدیت رو کپی میکنیم و توی این بخش اون رو وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم. صبر میکنیم تا آپدیت انجام بشه. حالا باید ثرد رو نصب کنیم. و در نهایت هم با این دستور میایم سرتیفیکیت رو میگیریم. دقت کنید که به جای yourdomain.com شما باید دامین خودتون رو در انتهای این خط وارد کنید. خب کار تموم شد و حالا شما باید این دو تا دستور رو توی پنلتون اضافه کنید. اینجا به جای yourdomain حتما دامین خودتون رو وارد کنید. برای نصبش هم که دیگه واردید میرید تو بخش پنل. تو قسمت پابلیکی فولچین رو وارد میکنید. و این قسمت هم توی پرایوت کی وارد میکنید. yourdomain هم حتما باید به دامین خودتون تغییر بدید. در نهایت روی سیو میزنید و رستارت پنل رو میزنید. یه تب جدید باز میکنیم و با دامین وارد پنل میشیم. میبینید که بدون مشکل داره کار میکنه. وارد این باند میشیم و همونطور که بهتون گفتم ما یه دونه کانفیگ داشتیم رو پورت 80. برای گرفتن نگاهی مجبور بودیم اون رو غیر فعالش کنیم. حالا مجدد اون رو فعال میکنیم و بدون مشکل ازش استفاده میکنیم. خب اینم از گرفتن سرتیفیکیت برای کانتینر ابری. روش دیگه‌ای که برای اتصال دو تا پنل به هم دیگه است استفاده از پروتکل داکودمو داره. این روش من خیلی وقت پیش گذاشتم و الان به طور اجمالی مجدد یک بار دیگه بررسیش میکنیم. توی پنل ایرانتون میایید روی ادین باند میزنید. پروتکل میزنید روی داکودمو و یه دونه پورت براش انتخاب میکنید. مثلا پورت 9000. تو بخش تارگت میایید آی پی سرور خارجتون رو وارد میکنید. تو دستینیشن پورت هم میایید پورت کانفیگی که روی پنل خارجتون هست رو وارد میکنید. مثلا ما یه کانفیگ داریم روی پورت 250. اون رو وارد میکنیم و تمام شد. الان شما باید وارد پنل خارجتون بشید و یه دونه کانفیگ بسازید. ما فرض میکنیم که همین پنل خارجی مونه. روی ادین باند میزنیم و اینجا باید یه دونه کانفیگ بسازیم. تو قسمت دستینیشن پورت ما 250 رو انتخاب کردیم. اینجا هم باید همون پورت رو بزنیم. به این شکل روی سرور خارجتون کانفیگتون رو میسازید. اون رو کپی میکنید و میرید توی ویتوری اضافه میکنید.
تو بخش آدرس باید آی پی سرور ایرانتون رو بزنید و توی پورتی که برای پروتکل دکودمودور استفاده کردید یا همون پورت 9000 رو اینجا باید وارد کنید. در نهایت روی سیو میزنید و تمام. به این شکل شما میتونید از طریق خود پنل بین دو تا کانفیگتون تانل برقرار کنید. خب این هم از آموزش امروز. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. تو این شرایط سخت به همدیگه کمک کنید و همدیگر رو فراموش نکنید. بدرود.